میبینین کرافتای بسیار خوشمزه است. از خانواده سوخاری ها هستن. حتما بچه‌هاتون خوششون میاد. بیاین با هم این آموزش رو ببینیم. 2 عدد تخم مرغ داریم و اینکه چسب خونگیمون رو درست کنیم. آرد سفید 4 قاشق سرپر که هر قاشقش 15 گرم مقدارشه. نمک 1/2 چایخوری، فلفلم همینطور و آویشنم 1/2 قاشق چایخوری. هم میزنیم تا حسابی مخلوط بشه. اجازه بدیم با چنگال هم بزنم. تو این مرحله اینقدر آب میریزیم که یک کوچولو رقیق بشه، نه زیاد. کم کم اضافه میکنیم. دقیقاً دوستان مثل دوغ رقیق، نه زیاد صفر باشه نه زیاد شل باشه. الان ببینیم بازم آب نیاز. عزیزانی که به تخم مرغ حساسن میتونن از پودر بتر استفاده کنن. یه پودر سفید رنگیه که توی صنعت سوخاری ها ازش استفاده میکنن به عنوان چسب سوخاری. خب این خوب نگاه کنید غلظتشو. خب اینو کنار میذاریم. یه عدد نون داریم از نوع باگت. حتما باید تازه باشه. از فروشگاه ها نون نگیرین، خاطر اینکه معلوم نیست که تازه یا نه. سعی کنید از فانتزی فروشی ها نون تازه بگیرید. اندازه نونم که دیدین بسته به خودتون، هرچی نونتون بزرگتر باشه بهتره. خب اینجا یه شکافی بهش میدیم. خمیرای بالا رو به سمت بالا و خمیرای پایین رو به سمت پایین هدایت میکنیم. میتونیم خمیرم جدا کنیم، ولی خب خمیر به تنهایی خودش سیر کننده است. با حوصله این کار رو انجام میدیم. خب اینو دیگر هم آماده کنیم. خمیرای پایین به سمت پایین، خمیرای بالا به سمت بالا. شما میتونید از ژامبون، از سوسیس، البته از نوع خونگیش، من دارم از نوع خونگیش یه دونه سوسیس آلمانی و سوسیس با قلمون از مجموعه خودمون انتخاب کردم. تو فریزر داشتم و الان میخوام یک غذای خوشمزه درست کنم. خب اینا رو برش میدیم. هوای داخلش رو دیدین کاملا خونگی بودنش رو صدق میکنه. با این که فریزریه ولی بافت خیلی خوبی داره. من از یه دونه پنیر گودو استفاده کردم. شما میتونید از هر پنیر استفاده کنید. پنیر گودو رو نصف میکنم. یه ذره اجازه بدیم به دمای محیط برسه. اینجا ما از سس استفاده کردم، سس خردل. شما میتونید از هر سسی استفاده کنید. خب یه پنیر رو لایه پایینی میذاریم و سوسیس‌ها رو میچینیم. میتونید از ورقای ژامبون هم استفاده کنید. یه ورقه پنیرم بالا قرار میدیم. خب حالا یکم دوخت میزنیم. حالا باید از چسب استفاده کنیم. چسب رو یه هم میزنیم. چسب رو به دیواره های پایین میزنیم. کم حوصله به خرج بدیم و کامل فیکسش میکنیم. هرچی بیشتر فیکس بشه روغن کمتر جذب این کرافت ها میشه. بنابراین اینجا کم با حوصله باید این کار انجام بشه. اگه جایی دیدین ترک خورده میتونیم درستش کنیم. اینجا پودر پانکو داریم. خب نه سایز درشت باشه نه سایز ریز. اگه سایز درشت دارین چند پالس بزنین که حالت متوسط بشه. این الان فکر کنم یه کوچولو درشته. حالا باید بهش بزنیم ببینیم که چطور میشه. همیشه قبل از اینکه این چسب رو به بدنه کرافت بزنی یه هم بزنی. حالا به صورت ضربه‌ای به کرافتامون میزنیم و از جای دوخت شروع میکنیم. یادم رفته حالا به صورت ضربه‌ای
اگه موادمون زیاده که میتونیم بغرقونیم، اضافات رو میگیریم و سوخاری ها رو بهش میزنیم. هر جایی که احساس کردین نیازه چسبه رو بزنیم و بعد از پانکو استفاده کنیم. چون یک کوچولو مرطوبه اجازه میدیم 1 رو توی دمای محیط بمونه. روغن رو توی دیگ میریزیم، اجازه میدیم که خوب سرخ بشه. چند تا پودر پانکو هم بریزیم داخل روغن. وقتی به جلز و بلز افتاد اون موقع دیگه وقتشه که ما کرافتا رو بریزیم داخل قابلمه. شعله رو کم میکن. حالا کرافتا رو تو این روغن میندازیم. کرافتا جذب روغن خیلی کمی دارم. اجازه میدیم 2 دقیقه یه طرف سرخ بشه، برش میگردونیم. شعله زیاد باشه میسوزه و ظاهر خوبی پیدا نمیکنه. بزنیم. خب این کرافتای خوشمزه هم آماده شده. شما میتونید قبل از اینکه سرخ کنین توی زیپک ها قرار بدین، یک ظرفای درپوشدار که هوا واردش نشه. تا 2 روز میتونه توی یخچال باشه و 1 ماه توی فریزر میتونه نگهداری بشه. فکر می‌کنم یه گزینه خیلی خوبی باشه برای شما مامانایی که صبحانه بچه میمونین که چی براش آماده کنین. این کرافتا از خانواده سوخاریا هستن و حتما بچه‌ها علاقه‌مند هستن. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه عضو کانال من نیستین حتما عضو کانالم بشین، خوشحال میشم و ما رو دنبال کنین.